پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان که به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و کل مردم سربلند کشور ارائه گردید از جانب ساکنان مملکت هماوازی پیدا نمود و محتوای آن برای هر یک فرد صاحب خیرت وطن رجای فعالیت و دستور عمل قرار گرفته است. پیام نوبتی سرور دولتمان در حیات اجتماعی سیاسی و عموما در حیات مردم کشورمان در فعالیت مردم مملکت باز یک خطنامه است در رشد و نموی کشور عزیزمان تاجیکستان جنت آسا. قابل قید است که جناب عالی در پیامشان قبل از همه ابراز داشتند که همه کوشش زحمت و غمخواری های ما برای زندگی آسایشته مردم کشور می باشد و قابل قید آن است که در همین روند در پیام یک قطار امتیازها که با بهبودی خلق کشورمان و بهبودی مردم دیارمان مساعدت میکند از قبیل زیاد نمودن معاش کارمندان ساحه بودجتی، نفقه گیران، استیپندیای دانشجویان، تأسیس دادن از جمله مرکزهای نوی اقتصادی، رواج دادن هنرهای مردمی و در همین زمینه سال 2018 را اعلان داشتن سال سیاحی و رشد هنرهای مردمی از قبیل آن امتیازهایی هستند که نسبت خلق وطن و رشد مملکتمان پیش بینی شده‌اند. سرور دولت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در پیام امساله خود راجع به ساحه تندرستی نیز تاکیدهای مشخص نمودند. مخصوصا مسئولین ساحه در سمت بلند برداشتن سطح خدمت رسانی، وسیع نمودن امکانات طبابت و استفاده تجربه های پیشقدم ساحه تندرستی دستور و راهنمایی نوبتی پیشوای ملت را شنیدند. چون که به همگان معلوم است در پیام امساله خود پیشوای ملت که 22 دکمبر 2017 برگزار گردید در ساحه تندرستی یک قطار پیشروی و بلند برداشتن معاش ساحه تندرستی و معارف و از اون جمله خدمتچیان دولتی که چنانه که به همگان معلوم است سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمودند. اون جمله ما کشوری خودش یک کشور سیاحی می باشد و مردممان از ازل مردمی هنرمند هنرپیشه آمده. دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که ضمن ارائه پیام نوبتی خویش بیان گردیدند مردم زحمت پیشه کشور را وادار می‌نماید که تمام جد و جهد خویش را به آبادی و سازندگی، حفظ مرز و بوم وطن و ارزش‌های ملی و فرهنگی روانه سازند. زیرا با ارائه پیام خویش سرور دولت هدف خود را به آن روانه نمودند که با دستگیری تمام قشرهای جامعه سطح نیک و احوالی ساکنان مملکت بلند برداشته شود و تاجیکستان عزیز تواند که در آینده نزدیک به هدف‌های عالی خویش برسد.